رسول خادم در 3 سال متوالی در فینال رقابت‌های جهانی 1994 و 1995 و المپیک 1996 ماخاربک خادارتسف اسطوره روس کشتی جهان با 7 مدال طلای جهان و المپیک را شکست داد و به سیطره او پایان داد. در آتلانتا 1996 خادم با نتیجه 3-0 پیروز شد و مدال طلای المپیک را بر گردن آویخت. این پیروزی تاریخی لحظه فراموش نشدنی در تاریخ کشتی ایران و جهان است. رسول خادم، افسانه‌ای که تاریخ کشتی جهان را نوشت.